اول ما چاقومون رو داغ میکنیم و به صورت مساوی از مرکز این دایره یونونیتمون اینو حرارت میدیم. خب یونونیت با حرارت حالت میگیره، خیلی راحت. میگم واقعا نیاز به ابزار خاصی نداره، فقط کافیه که یه چاقو رو بذاریم داغ شه، ولی دیگه از اون چاقو نمیتونیم استفاده دیگه ای بکنیم. خب اینجا خیلی با احتیاط یونونیتمون رو وسط به دو نیم تقسیم کنیم. برای اینکه بتونیم جای شمعمون رو در بیاریم، من انبر داشتم، انبر رو بهش حرارت دادم و خیلی آروم و آهسته این حفره رو ایجاد کردم. فقط دقت داشته باشین که از اندازه شمعتون یه هوا بیشتر باشه، چون ما اینو که خمیر کشی میکنیم که شمع کاملا داخلش قرار بگیره. اینجا نگران این که سطح کاملتون کامل زیر صاف باشه نباشین، چون ما میتونیم با خمیر کشی کلا جاهایی که کم و کاستی داره رو کامل بتونیم بپوشونیم. حالا ماکت ما آماده است که ما بتونیم روش خمیر گذاری بکنیم. خمیر رو همونجوری که قبلا بهتون یاد دادم بین 2 تا سفره قرار بدین، روش دوباره وردنه بکنیم و مطمئن بشین که تمام سطحش یک دست کاملا یک اندازه است و بعد شروع کنین که روی استراکچرتون گذاشتن. اینجا برای راحتی کار من ماکت رو میذارم روی خمیر و برش میگردونم. همونجوری که گفتم با همون سفره حالت میدم بهش و برمیگردونم، اضافه های خمیر رو میگیرم. اینجا ما نمیتونیم کف کار رو خمیر بذاریم، اگه بذاریم خب هیچ جایی نداره برای خوش شدن. اگه بخوایم بذاریم جای خوش بشه کلا خراب میشه، اون سازه‌ای که دارین درست میکنین کاملا خراب میشه. و اضافه های خمیر رو میگیرم، برش میگردونم کارو. حالا نوبت فرم دادن به این جاشمه. جای کار که دیدین که خمیر کم دارین هیچ موردی نداره، خمیر بردارین و اضافه کنین به کارتون. اصلا استرس نگیرین، تو هر جایی از کار شما میتونین خمیر بردارین و کارتون رو ترمیم کنین.
بعد از اینکه کامل سطح کارمون رو صاف کردیم، من دوست دارم جاشمیم طرح داشته باشه. پس با هر ابزاری که داریم میتونین توی این مرحله روی کارتون طرح بندازین و بعد از رنگ شدن و میبینین که فوق‌العاده میشه کارتون. طرح‌های ساده هندسی بعد از رنگ شدن واقعا میتونه خیلی جذاب باشه روی کارتون. ببینید من خیلی ساده و فی‌البداهه دوست داشتم که یه طرح‌های هندسی به شکل ستاره در بیارم روی کارم. بعد از طرح انداختن اجازه بدیم که سطح کارمون کاملا خوش بشه. بعد کارمون رو برمیگردیم که بتونیم کف کارمون هم خمیر بذاریم. اینجا ما 1 روز زمان دادیم تا جاشمیامون کامل خوش بشه. حالا میخوایم بریم کف کارمون رو خمیر بذاریم. ببینین الان کف یونولیت من کاملا نامتقارنه و اینکه گودی داره ولی هیچ مشکلی نیست. ما با گذاشتن خمیر میتونیم سطح صاف داشته باشیم. من اینجا هم خمیر رو باز نکردم، فقط خواستم بهتون نشون بدم که خیلی راحت با لبه قاشق با یه فشار ملایم شما میتونین کف کارتون رو خمیر گذاری بکنید. لبه های کارم خیلی با دقت و حوصله با انگشتامون کاملا خمیر رو حالت میدیم. کار فوق العاده راحتیه، فقط ملزم به اینه که شما صبر و حوصله داشته باشین، اشتیاق داشته باشین، عشق کار داشته باشین. خب کار هنری وقتی دیده میشه که شما تمام این نکات رو بخواید رعایت بکنید. خب ما 2 تا جاشمیامون رو خمیر کشی کردیم، انتهاشو میذاریم روی یه فنجون یا روی یه دونه کاپ که کاملا اینا هم 1 روز بمونن کامل خوش میشن. بعدش میریم برای یه کوچولو سنباده کشی و رنگامیزی.
کف کارمون که کاملا خوش شد، لبه های کارمون رو سنباده میزنیم، با دست میکشیم روی کارمون، هر جایی که احساس کردیم برآمدگی داره رو یک کوچولو سنباده میکشیم و میریم سراغ رنگ کردن. من اینجا از رنگ اکریلیک سفید استفاده کردم برای اینکه میخوام طرح نقش و نگاری که روی کارم گذاشتم دیده بشه. فقط با رنگ سفید تاچ میزنم روی کارم. قلممو داخل رنگ میبرم، زهر رنگمو میگیرم، یعنی که رنگ اضافه‌ای که روی قلمم هست رو میگیرم و خیلی آروم شروع میکنم به رنگ زدن بدون اینکه هیچ فشاری بیارم و بخوام اون محفظه های نقش و نگارا رو پر بکنم. جاشمیای ما آماده شد. امیدوارم که لذت برده باشین.